حدود 2 هفته قبل یکی از مقامات ارشد امنیتی به من پیغام فرستاد که چرا درباره طالبان و باند فاسد امنیتی صحبت میکنیم. ما به شدت تحت فشار هستیم و اگر ادامه بدی مجبوریم که با نزدیکان و اطرافیانت برخورد کنیم. من پاسخ دادم که روشن کنید چه کسانی شما رو تحت فشار قرار میدن، اونها رو به من معرفی بکنید. بعد از اینکه این پاسخ من به اونها رسید، با یک حالت عصبانیتی پیغام دادن که اصلا پرونده دست خود ماست و اگر ادامه بدی ما با آقای بقایی، آقای مشایی، آقای جوانفکر و دیگر همراهان و دوستانت برخورد خواهیم کرد. خب این دوتا موضوع چی هست؟ چرا باید بحث طالبان برای عده‌ای در نهاد امنیتی ما اینطور به طور معکوس دارای اهمیت بشه؟ خب همه میدونیم که طالبان یک گروه وابسته بسیار خشن و ضد انسانی است که با کمک بیگانگان به زور اسلحه با کشتار مردم میخواد بر افغانستان مسلط بشه. نقشه روشنه، قبلا هم توضیح دادم، طراحی جدید آمریکاست، میخواد اینها رو مسلط کنه. به محض اینکه مسلط بشن با شعار تشکیل خراسان بزرگ تهدیدی جدی رو علیه همسایگان به ویژه ایران عزیز شکل خواهند داد. بسیار روشنه که هدف اصلی از حرکت اونها، از حمایت اونها، تقویت و تسلیح اونها تهدید ایرانه. خب من پیغام دادم که شما چه ارتباطی با طالبان و باند فاسد امنیتی دارید که وقتی از اونها اسم میبریم شما ناراحت میشید؟ اینو برای من روشن کنید.